از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی 2 عدد تکنیکای کاری برای پیشبرد خوب فعالیت کاری اداره خواجگی منزلی و کمونالی شهر خاروق چون توفه تقدیم گردید. نقلات کلان بزرگ حجم از قبیل خاک انداز و زمینکن معمولا اکسکواتور و نقلات کلان مخصوص با برج دیدمانی که برای نصب شعار و آویزه ها و تعمیر فروزانه های سر راه پیش بینی شده می باشد. در ناحیه شمس‌الدین شاهین از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق سپرده شدند. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه ابراز داشتند که چنین کمک ها منبع نیز برای اداره و کارخانه های مرکز ولایت شهر خاروق دوام یافته همچون نمونه بهترین همکاری و دستگیری بهر پیشرفت و وسعت ساحه های مختلف جامعه مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان راه اندازی خواهد شد. نمایندگان شهرداری خاروق اظهار داشتند که این کمک نخستین رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی برای مرکز ولایت نبوده، خاروقیان همیشه از دستگیری‌ها و کمک‌های سروقتی و پیوسته رئیس شهر دوشنبه قناعتمند بوده اظهار سپاس دارند. ما کارمندان خواجگی منزلی کمونالی شهر خاروق بسیار خرسند از آن هستیم که بار دوم است که از طرف رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تکنیکا و با کارخانه کمک کرده می شوند. بار اول سال 2019 2 عدد تکنیکا که کارخانه با اون خیلی نیاز داشت، 1 عدد گریدر و 1 عدد ماشین آبپاشک که بسیار عمله کمک رسانیده شد و حاضر باشد 2 عدد تکنیکای دیگر، 1 ماشین اکسکواتور و 1 تکنیکای ماشین باربردار کمک رسانیده شد و ما کارمندان خواجگی منزلی کمونالی شهر خاروق از طرف خود به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی منتداری خود را بیان می نماییم. اینچنین برای دستگیری کارخانه منتداری خود را به رئیس شهر خاروق محترم میرزانبود علیشیر خدابرده بیان می نماییم. در شهر خاروق رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضов و رئیس شهر خاروق میرزانبود علیشیر خدابرده از تحفه شهردار دوشنبه دیدن نموده اظهار سپاس بیان داشتند. یادگار فیضов رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان قید نمود که این تکنیکای پر اقتدار و زمانوی که امروز وارد مرکز ولایت گردیده است نشان از اقدام‌های نیک جوان زحمت پسند ملت، جوان آبادکار و صاف سازندگی و آبادانی رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی می باشد و کمک‌های چندین کرته رستم امامعلی نه تنها در دستگیری اداره خواجگی منزلی و کمونالی مرکز ولایت بلکه در سمت تقویت ساحه ورزش شهر خاروق نیز بسا نظررس می باشد. رئیس شهر خاروق میرزانبود علیشیر خدابرده قید نمود که امروز هم خرد و بزرگ مرکز ولایت چون دیگر ساکنان سرزمین اجدادی به جشن ارجمند ملت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان آمادگی صمیمی دارند و این دو تکنیکای کاری در سمت تقویت کارهای آبادانی و سازندگی مهم و سروقتی می باشد. از نام کل کارمندان خواجگی منزلی کمونالی شهر خاروق با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای کمک تکنیکای کمونالی اظهار منتداری خویش را بیان می نمایم. گفته شد که به شهر خاروق به مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان به شهری که یکی از مرکزهای رشد سیاحی مملکت محسوب می‌یابد توجه حکومت جمهوری تاجیکستان بسا زیاد است. خود موقع جغرافی شهر خاروق نیز جالب است زیرا آن در بین کوههای گردونرس وطن در بلندی زیاده از 2200 متر از سطح بحر دامن گسترده است و با جانبداری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان خاروق زینه به زینه رشد و نمو دارد.